بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستانی مکرم و معزز، بینندگان محترم شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان هستم در قسمت 73 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. در قسمت گذشته شروع کرده بودیم با بیان بابی از ابواب نماز که باب امامت و احکام نماز جماعت بود و در قسمت گذشته در مورد فضائل نماز جماعت و فواید و ثمرات نماز جماعت که نماز جماعت دارای چه فضائل و برتری هاست و چه فواید و ثمرات داره، اینها را در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در قسمت گذشته خدمت شما بیان کرده بودم و این قسمتی از برنامه ما هم به ادامه همون قسمت گذشته در مورد حکم نماز جماعت است که نماز جماعت در شریعت اسلام چه حکم دارد، آیا واجب است یا سنت مؤکده است. عده‌ای از علما و محدثین از جمله امام احمد رحمت الله علیه و امام اوزاعی و ابن حبان و ابن خزیمه رأیشان این است که خواندن نمازهای فرضی با جماعت واجب عینی است، یعنی بر هر فردی از افراد مسلمان واجب عینی است که نمازهای فرضی پنجگانه خود را با جماعت ادا کند و اگر بدون عذر نمازهای خود را با جماعت ادا نکرد گناهگار است. و عده‌ای از علما هم رأیشان این است که خواندن نمازهای فرضی پنجگانه با جماعت واجب هست، اما واجب عینی نیست بلکه واجب کفایی است و این رأی بعضی از علمای شافعی و بعضی از علمای احناف و همچنین رأی مذهب مالکی هست. به این معنا که اگر مردمای یک محله یا یک مسجد یکی از نمازهای خود را با جماعت به شکل نخواندند که دروازه مسجد بند بود و هیچ کسی به جماعت حاضر نشد، در این صورت همه مردم این مسجد یا کسایی که در اطراف این مسجد زندگی میکنن و نمازهای خود در این مسجد میخوانند همه گناهگار میشوند. اما اگر تعدادی از اهالی این مسجد به مسجد آمدن و نماز خود را در مسجد ادا کردن و تعداد دیگری نآمدن، واجب از گردن همه ساقط می شود، اما آنها ترک سنت مؤکده کردند و این رأی گفتیم از تعدادی از علمای احناف و تعدادی از علمای شافعی و همچنین رأی مذهب مالکی است. و امام ابو حنیفه و صاحبین از او امام ابو یوسف و امام محمد رأیشان این است که خواندن نمازهای فرضی پنجگانه در جماعت واجب نیست بلکه سنت مؤکده است. و علمایی که قولشان به وجوب بود، چه واجب عینی گفتن و چه واجب کفایی، به احادیث دلیل گرفتن که در آن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خواندن نماز با جماعت تشدید کردند و کسایی که از جماعت تخلف میکنند آنها را وعید دادند که قابل سزا و جزا هستند و این وعید نیست مگر جز به ترک واجب. از جمله حدیث متفق علیه است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از امام که حضرت ابو هریره رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت کردند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: والذی نفسی بیده لقد هممت ان آمر بحطب فیحتطب. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ما قصد کردم که امر کنم که هیزم جمع شود و بعد از او امر کنم که برای نماز اذان داده شود و اقامت گفته شود و مردم نماز خود را با جماعت بخوانند و ما خودم بروم به اهالی مسجد بگردم
هر کسی که در خانه خود نشسته و به مسجد نآمده، ما خانه از او را توسط این هزیمی که جمع شده در بدهم. و لفظ حدیث این چنین است که والذی نفسی بیده لقد هممت ان آمر بحطب فیحتطب. قسم به آن ذاتی که نفس من، جان من به دستی از اوست، یعنی قسم به الله متعال، من قصد این را کردم که امر کنم که هیزم چوبه ها جمع کرده شود. ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها. بعد از او امر کنم شخصی را که برای نماز اذان بدهد. ثم آمر رجلا فیؤم الناس. و بعد از او اقامت گفته شود و یک شخصی را امر کنم که به مردم پیشوا شود و امامت بدهد و نماز را قائم کند. ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. و بعد از او بروم به خانه کسانی که به جماعت حاضر نشدند و توسط این چوبه هایی که جمع شده، این هزیمی که جمع شده، خانه های از اونها را بر بالای از اونها من در بدهم. والذی نفسی بیده لو یعلم احدهم انه یجد عرقا سمینا. و قسم به آن ذاتی که نفس من به دست از اوست، قسم به الله متعال، این کسانی که از جماعت تخلف میکنن، به جماعت نمی آیند، اگر در آمدن جماعت یک استخوان گوشدار را هم پیدا کنند، او مرماتین حسنتین، یا مرماتین جمع مرمات به معنای قبرغه، گوشتی که در قبرغه است، یا اینکه یک گوشت قبرغه را هم در آمدن جماعت پیدا کنند، لشهید العشاء، اینها در نماز عشاء حاضر میشوند. یعنی آن منافقینی که تخلف میکنند از نماز عشاء، اگر یک منفعت دنیوی در این حاضر شدن در نماز عشاء بوده باشد که یک استخوان گوشتدار یا گوشتی مثلا یا یک منفعتی برای از اونها حاصل شود، باز اونها حاضر میشوند. لیکن این منافقین در آمدن نماز خفتن برای از اونها هیچ منفعتی نیست و آنها نماز خفتن وقتش تاریک است و کسی هم آنها را نمیبیند که ریا که صفت از آنها است، ریا برای از آنها واقع شود. لذا در نماز خفتن یا نماز عشاء این منافقین حاضر نمیشوند. و این حدیث چون دایی وعید شدید است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که ما قصد کردم که کسایی که به جماعت حاضر نمیشوند، خانه های از اونها را بر سر از اونها در بدهم. و این وعید نمی باشد مگر جز به ترک فرض یا ترک واجب. لذا گفتند که خواندن نمازهای پنجگانه با جماعت واجب و فرض است. لیکن علمایی که قول به سنیت دارن، علمای احناف گفتن سنت مؤکده است، گفتن این حدیث در موقع زجر و تخویف از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که به خاطر کسایی که از جماعت تخلف میکنن به جماعت حاضر نمیشوند، یک نوع خوف و زجر است برای از آنها. و چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این کار را نکردند و اگر میکردند دلالت میبود به واجب بودن، دلالت میکرد به واجب شدن نماز جماعت، چون این کار را نکردند. لذا این مجرد تخویف و زجر از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و دلالت به وجوب نمیکند. و همچنین حدیث دیگری از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت شده و این حدیث را هم امام مسلم روایت میکند که حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمودند: اتى النبی صلی الله علیه و سلم رجل اعمى، شخص نابینای نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد. و در روایت دیگه میآید که این شخص نابینا حضرت عبدالله بن ام مکتوم بود و نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و عرض کرد که یا رسول الله انه لیس لی قائد یقودنی الى المسجد. ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، من شخصی ندارم که من را از دست من بگیرد و مسجد بیاورد و من شخصی نابینا هستم و خود آمده نمیتونم، باید شخصی باشد که من را به مسجد بیارد و ما او تو شخصی ندارم که من را از دست من بگیرد و به مسجد بیارد. فرخص له، حضرت ابو هریره فرمودند که وقتی که حضرت عبدالله بن مکتوم این عذر را به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آمدن جماعت به ایشان رخصت دادند، گفتند که تو در این صورت میتونی که به جماعت حاضر نشوی. فلما ولا دعاه، بعد از اینکه عبدالله بن مکتوم از مجلس برخاستند و رفتند، دوباره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایشان را خواستند و به ایشان گفتند که هل تسمع النداء، آیا تو اذان را میشنوی؟ اذان به گوش تو میرسد؟ قال نعم،
عبدالله بن مکتوم رضی الله عنه فرمودند که بله من اذان را میشنوم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که فاجب، وقتی که اذان را میشنوی تو اجابت کن، در او صورت رخصتی برای تو نمیبینم. هنگامی که اذان را میشنوی سر تو واجب میشود که به نماز، به ادای نماز به جماعت حاضر شوی. و همچنین امام ابو داود رحمت الله علیه از خود عبدالله بن مکتوم روایت میکند که ایشان فرمودند قلت یا رسول الله انا ضریر شاسع الدار، ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من شخص نابینا هستم و خانه هم از مسجد دور است، هم نابینا هستم و هم خانه هم از مسجد دور است. ولی قائد لا یلائمنی، و من یک شخصی دارم که من را به مسجد میآرد لیکن به گفت، شخصی به گفت نیست، احیانا به گفت من میکند، من را به مسجد میآرد و احیانا به گفت من نمیکند. فهل تجد لی رخصة ان اصلی فی بیتی، های برای من اجازه میده که من در خانه خود نمازهای خود را بخوانم؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هل تسمع النداء، یا اذان را میشنوی؟ عبدالله بن مکتوم فرمودند که بله اذان را میشنوم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که فاجب، وقتی که اذان را میشنوی برای تو اجازه نیست که در خانه خود نماز بخوانی، باید نمازهای جماعت فرضی خود را آمده در جماعت بخوانی. و گفتن علما که در این حدیث هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای شخص نابینا که با وجود که معذور است اجازه ندادند که نمازهای فرضی خود را در خانه بخواند و گفتن که وقتی که اذان را میشنوی باید به مسجد حاضر شوی. لذا این دلالت به این میکند که خواندن نمازهای فرضی با جماعت واجب عینی است و فرض است. لیکن علمایی که قول به سنیت دارن گفتن که این خاص به مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و حکم عموم را ندارد. و همچنین با حدیث دیگری دلیل گرفتن، از جمله حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنه که امام ابن ماجه و امام حاکم و ابن حبان را روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاة له الا من عذر، کسی که اذان را میشنود و بعد از او برای ادای جماعت به مسجد نمی آید فلا صلاة له، نمازی برای از او نیست الا من عذر، مگر از عذر. در اینجا هم فلا صلاة له، علمایی که قول به وجوب جماعت دارن گفتن که این لفظ دلالت به این میکند که جماعت واجب است، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسی که بدون عذر نماز خود را به جماعت نمیخواند، در خانه خود میخواند، نماز از او درست نیست. و این دلالت میکنه که نماز خواندن نمازهای فرضی با جماعت واجب است. لیکن علمای احناف، کسایی که قول به سنیت دارن، گفتن که فلا صلاة له به معنی است که لا صلاة له کاملتا، نماز از او در خانه کامل نیست، نمازش فرضش ادا میشه لیکن کامل نیست، کامل در صورتی می باشه که او را آمده به جماعت بخواند الا من عذر، مگر اینکه شخصی معذور بوده باشد. و در روایت دیگری عبدالله بن عباس عذر را بیان میکند که عذر این است که یا باران بوده باشد و یا شخص مریض بوده باشد، یا خوف بوده باشد و یا شخص مریض بوده باشد، که خوف از دشمن بوده باشد یا خوف مثلا در صورتی که باران شدید یا برف شدید بوده باشد که انسان خوفی افتیدن از او یا خوف هلاکتی از او بوده باشد، و یا شخص مریض بوده باشد که به مسجد آمده نتواند. در این دو صورت جماعت از او ساقط می شود و میتواند که نماز خود را در خانه خود ادا کند. و همچنین دلیل گرفتن به آیه خوف که در سوره نساء آیه 102 خداوند متعال می فرماید و اذا كنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم و اسلحتهم. در اینجا الله متعال حکم نماز خوف را بیان میکند که حتی جماعت در وقت خوف، در وقت جنگ ساقط نمی شود و در هنگامی که انسان ها در جنگ هستند، در نبرد هستند با دشمن ها، در اون صورت هم باید به دو گروه تقسیم شوند. یک گروه نماز جماعت را، یک رکعت را خوانده، گروه دیگری در مقابل دشمن ایستاد شود و بعد از او از خواندن یک رکعت این گروه اولی برود در مقابل دشمن ایستاد شود و گروه دومی آمده رکعت دوم را بخواند و به این ترتیب و بعد از او این گروه رفته در مقابل دشمن ایستاد میشه و گروه اولی آمده رکعت دوم خود را تکمیل میکند و همچنین به این ترتیب نماز خوف را میخوانند. گفتن که در این حالت خوف، حالت جنگ، الله متعال نماز جماعت را از مسلمان ها ساقط نکرده، پس این دلالت به این میکنه نماز جماعت در هر صورت واجب است.
و همچنین احادیث دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده، از جمله حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که قبلا در قسمت گذشته بیان کردیم که ایشان فرمودند ولقد رأیتنا لا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این نماز جماعت هیچ کسی تخلف نمیکرد مگر کسی که منافق می بود و به شکلی که نفاقی از او به همه مردم هویدا و آشکار می بود. و این هم دلالت به این میکند که نماز جماعت فرض و واجب بود در زمان رسول، فرض و واجب است و در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ شخصی از نماز جماعت تخلف نمیکرد مگر کسی که منافق می بود و این هم دلالت میکند به واجب بودن نماز جماعت. و بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه دوباره خدمت شما عزیزان هستم با بیان احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. در این مورد با ما باشید. قرآن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن بخوانید، زیرا قرآن در روز قیامت برای اهل خویش شفاعت می کند. زهراوین را یعنی بقره و آل عمران را بخوانید، زیرا که در روز قیامت همانند دو پاره ابر سفید و نورانی یا دو سایبان یا دو دست پرنده می آیند و از اهل خود حمایت می کنند. سوره بقره را بخوانید، زیرا تلاوت آن برکت و ترک آن حسرت است و جادوگران نمی توانند آن را حفظ کنند و نمی توانند بر خواننده آن تسلط یابند. اللهم اجعل القرآن شفيعنا وأنيسنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما عزیزان و از جمله احادیثی که در آن تشدید آمده از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای خواندن نمازهای فرضی با جماعت حدیث است که امام مسلم رحمت الله علیه از صحابی جلیل قدر ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لینتهین اناس عن ودعهم الجمع والجماعات او لیختمن الله على قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین. مردمایی که نمازهای جمعه و نمازهای جماعت را ترک میکنند یا از این کار خود باز میستند، از ترک کردن نماز جمعه و از ترک کردن نماز جماعت باز میستند، نمازهای جمعه خود را با جماعت و همچنین نمازهای فرضی خود را با جماعت ادا میکنند، او لیختمن الله علی قلوبهم، یا الله متعال مهر میزند بر دلهای از اونها، ثم لیکونن من الغافلین، و بعد از اینکه الله متعال بر دلهای از اونها مهر زد آنها از جمله غافلین میگردند، از جمله مردمای غفلت کنان میگردند که کسایی که از رحمت خدا دور و بعید هستند. و این حدیث هم گفتند دلالت به این میکند که چون وعید شدید است برای کسایی که نماز جمعه و نماز جماعت را ترک میکنه، و این وعید هم گفتند دلالت به این میکند که نماز جماعت واجبی عینی است. و علمایی که گفتند واجب کفایی است به عین همین ادله که احادیثی که داود تشدید آمده برای ادا کردن نماز جماعت و وعید آمده برای کسایی که جماعت را ترک میکنند، به این احادیث دلیل گرفتند و لیکن این احادیث را حمل کردند به وجوب کفایی و گفتند که اگر در یک محله و در یک مکان یا در یک قریه یا در یک مسجد اگر تعدادی از اهالی مسجد حاضر شدند به جماعت و جماعت را خواندن، از گردن دیگرها ساقط می شود. و اما اگر هیچ کس به نماز جماعت حاضر نشد
و دروازه مسجد قلف ماند، در او صورت همه مردم این محله، همه اهالی این مسجد مرتکب گناه شده اند. و علمای دیگر، علمای احناف، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و صاحبین از او که گفتند که نماز جماعت واجب نیست بلکه سنتی مؤکده است. این احادیثی که داود وعید آمده، قسمی که قبلا عرض کردیم، حمل کردن به بیان این که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این مثلا وعید خود را عملی نکردن، دلالت به این میکنه که این واجب نیست بلکه به خاطر زجر و به خاطر تخویف این احادیث وارد شده. و دلیل گرفتن با احادیث دیگری که دو بیان کننده این است که یا اینکه این واجب را، این حکم وعید را از وجوب میگرداند به سنت بودن. از جمله حدیث متفق علیه، حدیث عبدالله بن عمر که در صحیح بخاری در صحیح مسلم آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد یا على صلاة الفرد ب 27 درجه و در روایت دیگری ب 25 درجه، که خواندن نماز جماعت، خواندن نماز با جماعت از خواندن نماز انفرادی 27 درجه فضیلت و برتری دارد و در روایت دیگری به 25 درجه فضیلت و برتری دارد. گفتند که این بیان این فضیلت و برتری به این معنا که یعنی خواندن از او هم جواز داره یا خواندن از او هم یک فضیلت داره بدون جماعت. این به این معنی است که فضیلت در صورت می باشد که حکم سنتی بوده باشد، به این معنی که یعنی خواندن نماز با جماعت 27 درجه فضیلت دارد. اگر کسی در به جماعت نخواند در خانه خود بخواند، به این معنی که این 27 درجه کسب نکرده اما نمازش درست شده و این دلالت به این میکنه که سنت است نه واجب. و همچنین دلیل گرفتن به حدیثی که امام ترمذی و امام احمد و ابن حبان از صحابی جلیل قدر یزید بن اسود روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک روز نماز صبح را خواندن و بعد از اینکه سلام گشتاندن دیدن که در کناره از مسجد، در گوشه از مسجد 2 نفر نشسته و در جماعت حاضر نشدند و با مسلمان ها نماز جماعت را نخواندند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این 2 نفر را خواست نزد خود و گفت که چیز شما را مانع شده که جماعت را با ما نخواندین؟ و اینها گفتند که ما نمازهای خود را در خانه های خود خوانده بودیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر شما در مسجد حاضر شدید و نمازهای خود را در خانه خود خوانده بودید، باز هم از جماعت تخلف نکنید و نماز را دوباره با جماعت بخوانید و این نمازی که با جماعت شما میخوانید در حق شما نفل می باشد. و لفظ حدیث این چنین است که حضرت یزید بن اسود فرمودند صلی مع النبی صلی الله علیه و سلم صلاة الصبح، ما نماز صبح را با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواندیم. فلما صلى رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا هو برجلین لم يصلیا، وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز صبح را خواندند و سلام گشتاندند و روی خود را به طرف مقتدی ها گردانیدند، دیدند که 2 نفر در کناره مسجد در یک گوشه مسجد نشستند و نماز نخواندند. فدعا بهما فجیء بهما ترعد فرائسهما، آنها را خواستند و آنها نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آورده شدند در حالی که گوشته های بین سینه آنها، پیش روی سینه آنها میلرزیدند. فرائس جمع فریسه گوشتی را گفته میشه که در این منطقه بین شانه و بین سینه می باشد. وقتی که انسان میترسد این گوشت در لرزه میافتد و آنها ترسیدن و گوشت های این موضوع از آنها میلرزید. فقال لهما ما منعكما ان تصليا معنا، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با کمال شفقت از آنها پرسیدند که چی چیز شما را مانع شد که با ما نماز بخوانید؟ چرا با ما در نماز جماعت شرکت نکردید؟ قال قد صلینا فی رحالنا، آن 2 شخص گفتند که ما در خانه های خود، در خیمه های خود نماز خود را خوانده بودیم. و در روایت میگه که این قصه در مسجد خیف، در مسجد خیف که در مینا در آنجا واقع شده بود در حجة الوداع. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که در مسجد خیف نماز صبح را خواندند و این 2 شخص نماز صبح را در خیمه های خود خوانده بودند و بعد از او با مسجد آمده بودند، لذا نماز را با دیگر مسلمان ها نخواندند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا صلیتما فی رحالکما ثم ادرکتما الامام ولم يصلي فصليا معه،
وقتی که شما این قسم واقع میشه که در خانه های خود یا در خیمه های خود نماز خود را میخوانید و بعد از او به مسجد حاضر میشوید و میبینید که تا هنوز امام نماز نخوانده، شما هم با همراه امام نماز را بخوانید. فانهما لکما نافله، این نمازی که با امام میخوانید این در حق شما نفلی است و او نمازی که قبلا در خانه خود یا در خیمه خود خوانده اید او نماز برای شما فرضی است. و این حدیث هم گفتن دلالت به این میکند که نماز جماعت فرض یا واجب نیست و سنتی مؤکده است، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که این دو شخص گفتن که ما نمازهای خود را در خانه های خود خواندیم، آنها را توبیخ نکرد، نگفت که چرا شما نماز خود را در خانه خود خواندین، و همچنین آنها را امر به اعاده نماز نکرد که شما نمازی که در خانه خواندین دوباره او را اعاده کنید، بلکه گفت که نمازی که شما در خانه خواندین صحیح است، در حق شما فرض است. وقتی که به جماعت به مسجد میایین و میبینید که جماعت حاضر است، دوباره شما نماز بخونید و این در حق شما نفلی هست. و این هم دلالت میکند، گفتن دلالت به این میکند که خواندن نماز با جماعت فرض نیست بلکه سنتی مؤکده هست. و همچنین احادیث دیگری که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ترغیب آمده به خواندن نماز با جماعت و احادیث متعددی بود که در قسمتی گذشته خدمت شما عرض بیان کرده بودم و گفتن که بیان فضیلت یا بیان ترغیب دلالت به این میکند که این امر سنتی مؤکده است، چون اگر واجب می بود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ترغیب نمیکرد بلکه حتما امر میکرد که شما نماز را حتما با جماعت بخونید، اگر نخواندید نماز شما در خانه شما درست نیست. و چنین امری چون آمده و ترغیب آمده، ترغیب دلالت به این میکند که خواندن نماز در جماعت سنتی مؤکده است. به هر صورت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نه در سفر و نه در حضر هیچ وقت نماز خود را از جماعت ترک نکردن، هیچ وقت نماز خود را انفرادی نخواندن، همیشه نمازشان با جماعت بوده، مگر اینکه در وقتی که مریض شدن، مرض موت که بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وفات کردند و نتونستند که با جماعت حاضر شوند و در حالت مرض چند دفعه از جای خود بلند شدند که با جماعت بیاین و افتیدن، نتونستند که با جماعت حاضر شوند، در اون وقت نماز خود را در خانه خود انفرادی خواندن. در غیر از او در طول حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ روایتی نآمد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز فرضی خود را در خانه یا به شکل انفرادی خوانده باشند، بلکه همیشه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی در مدینه بودن و چی در سفر بودن، چی در جهاد بودن، چی در سفر حج، چی در سفر عمره، در تمام حالات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با صحابه کرام رضوان الله علیهم نمازهای فرضی خود را با جماعت می‌خواندند و خواندن نمازهای فرضی با جماعت در مساجد از بزرگترین اعمال است که بنده مسلمان او را در اسلام انجام می‌دهد و هر انسان مسلمان کوشش بکند که نماز خود را همیشه با جماعت در مسجد ادا بکند، مگر اینکه در صورت عذر، چون در حالات عذر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اجازه دادن که شخصی مریض بوده باشد که به مسجد آمده نتواند یا شخص یا در رفتن به مسجد برای از او خوف بوده باشد، خوفی دشمن بوده باشد و خوفی از بوده باشد که اگر به مسجد برود در راه برای از او هلاکتی پیش میشد، مثلا بارانی خیلی سخت بوده باشد یا طوفانی خیلی سخت بوده باشد یا برفی خیلی سخت بوده باشد یا در راه که به مسجد می رود حیوانی درنده بوده باشد که رفته نتواند یا دشمنی باشد که رفته نتواند، در این صورت نماز جماعت سر از او ساقط می شود. در غیر از او انسان مسلمان کوشش کند که خود را از ثواب جماعت که در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده و دارای فضایل و برتری ها و ثمرات و فواید زیادی است، از او خود را محروم نکند. و در اینجا وقت برنامه ما به پایان میرسد و با تا دیدار آینده با شما خداحافظی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.